نظر شخصی من همی است که اگر وعده هایی که همی دو رئیس جمهور دادن با عهده گرفتن به این وعده هایشان وفا کنند، افغانستان شاید در آینده ترقی بسیار زیاد کنند که باعث شود جوانان، خانمان و تمام دانشجویان و پسرانی که و دخترانی که میخواهند تحصیل کنند در آنجا به خوبی و با راحتی و در آسایش کامل بتوانند کارهای خود انجام بدن. و نظر دیگه من این است که وقتی که وعده داده بودن که زنان در قدم اول باید در رأس سیاست قرار بگیرند، به خاطر که در افغانستان همیشه زن زیر پای قرار گرفته و این در آینده نخواهد صورت گرفت، چون که سیاست افغانستان تغییر خواهد کرد. من این را خواهم بر شما گفت. خب باید پیشرفت کنند و زن و تمام کسایی که در اینجا هستند حالا به نسبت بی‌آرامی و بی‌امنیتی افغانستان است و جای تحصیل نیست. به همین خاطر است که تمام امو افغان هایی که خارج از کشور زندگی میکنند، چه در آسیا، چه در اروپا، چه در امریکا، حال وقتی که رئیس جمهور تعیین شد، اگر وطن ما آرام شود افغانستان انشالله، ما شاید دوباره به وطن خود برگردیم و وطن خود با دست خود به پیش ببریم، نه با دست طالبان و القاعده که در افغانستان میخواهند از نظر خود اسلام به دست بیارن. ما آرزوی ما از این دو جناب کس و حکومت وحدت ملی را چون تشکیل دادن، خواهش ما به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی افغانستان از اینا ای است که اگر امی فرض مثال امی باید امی دل سر ملت بسوزانن، سر مردم بسوزانن و هر حکم و یا هر تصمیمی که میگیرن به خیر ملت افغانستان واقع شود. بدرود. خوشبختانه یا بدبختانه این انتخابات خلاص شد که البته به خیر مردم افغانستان باشه. کاندیدای محترمی که یکشان رئیس اجرایی شدن و دیگری رئیس جمهور، ما خوشحال شدیم که همه بارانی که افغانستان داشت رو به ختم است و انشالله به زودی خاتمه پیدا میکنه و دیگه جنگی که بین مردم ملت قوم به قوم جنگ میکردن انشالله به زودی خاتمه مییابه. قوم از در افغانستان همی جنگای قومی دیگه، پشتون و تاجیک و ازبک همینطور، اگر همه متحد شون یک ملت شون این رقم تقلب ترگفا صورت نمیگیره.